نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال و عبادت او تعالی و همچنین تلاوت آیات کلام الله مجید و تدبر در معانی آن و عمل به دستوراتش هر روز و هر لحظه زندگیتون زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما هستیم با آیات دیگر از کلام الله مجید در سوره مبارکه حشر، آیات 18 تا آخر سوره مبارکه حشر که آیات بسیار عظیمی است. آیاتی است که برای ما درس ها داره و معانی والایی داره. الله متعال در آیه 18 سوره مبارکه 8 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الله رو پیشه کنید. مخاطب این آیات مؤمنین هستند. از همین ابتدا مخاطب این آیات من و توی مسلمانی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. از الله بترسید، تقوای الهی پیشه کنید. تقوای الهی خلاصش اینه: اطاعت آنچه الله متعال امر فرموده و انجام آن و پرهیز از آنچه که الله متعال ما را نهی کرده و دوری از آن میشه تقوا. و یکی از بهترین وسایلی که انسان رو برای رسیدن به این نیرو اطاعت از الله متعال و دستوراتش و پرهیز از آنچه که نهی کرده کمک میکنه در ادامه آیه ذکر میشه. چیزی که ما خیلی کمک میکنه تا به تقوا برسیم. نیروی تقوای ما رو تقویت میکنه، قوی میکنه. اینه که اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر نفسی بیاد بنشینه و بیندیشه و بنگرد و ببینه. ولتنظر نفس، هر نفسی ببیند، ما قدمت، آنچه که پیش فرستاده است، تقدیم کرده است، لغد، برای فردا. غد یعنی فردا. از الله متعال بترس، اون ذاتی که تو رو خلق کرده و او رو خواهی دید و با ملاقات خواهی کرد. فردا، و این فردا به زودی خواهد رسید. نمیدونی که چقدر بین تو و این فردا فاصله است. شاید چند ساعت، شاید چند روز و شاید چند ماه. این مهم نیست که چقدر فاصله است بین من و تو و اون فردا. من و تو با اون فردا چقدر فاصله داریم این مهم نیست. یک چیز رو هم تو و هم من اتفاق نظر داریم که این فردا خواهد آمد و میاد و بی خبر هم میاد. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. هیچ کسی نمیدونه که فردا چه اتفاقی براش میفته. و ما تدری نفس بأی ارض تموت. همونطور که نفس نمیدونه که کجا خواهد مرد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. این نفسی که نمیدونه فردا چه اتفاقی براش خواهد افتاد و نمیدونه که در کجای این عالم خاکی در کدام گوشه او خواهد مرد، بنشیند با خود فکر کند
بشین با خودت فکر کن، چی فرستادی برای آینده خودت؟ چی کار کردی؟ اگه امشب، اگه امروز آخرین شب و روز زندگی تو بود و باشد، چی میبری با خودت از این دنیا؟ آماده برای مرگ؟ حاضری؟ میدونی کی میمیری؟ نه. چون نمیدونی کی میمیری باید همیشه آماده باشی برای مردن. نگاه کن، فکر کن، چیش پیش فرستادی؟ آماده یا نه؟ تنها حقیقتی رو که در عالم هیچ کسی انکار نمیکنه مرگ است. حتی بسیاری از انسان‌های ناآگاه غافل در این عالم فکر میکنن که اصلا خدای وجود نداره، تقی به توقی خورده و بالاخره دنیا به وجود اومده. ذات الهی رو خیلی ها منکرن که وجودی خالقی برای دنیا، اما یک چیز رو هیچ کسی انکار نمیکنه، هیچ انسان عاقلی روی زمین نیست، حتی همون دیوانه‌هایی که الله تعالی رو قبول ندارن و همون مجانین، خالقی وجود داره، فکر میکنن میمون زاده هستن و تقی به توقی خورده و دنیا به وجود آمده، اونها هم قبول دارن که میمیرن یک روزی. خب بعدش چی میشه؟ فردای این مرگ جای من و تو کجاست؟ بشین با خودت فکر کن. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بشین با خودت خلوت کن که تو بعد از مرگ چی کار میکنی؟ تو قبر کی با تو هست؟ چی کار میخوای بکنی؟ نه این جمالی که بهش مینازی با تو خواهد بود و نه این مالی که تو رو صبح تا شب با خودش مشغول کرده همراه تو در قبر خواهد آمد، در اون کفنی که جیبی نداره چی میخوای با خودت ببری؟ و نه اون پست و مقام با تو خواهد آمد. فقط تا اونجا تو رو میگذارن داخل قبر، برمیگردن. اگر وزیری بودی وزارت رو قبلا به کسی دیگری دادن، اگر سفیر بودی سفارت رو به کسی دیگری دادن، اگر رئیس بودی ریاست رو کسی دیگری گرفته، هنوز تو به دفن نشده جایگزینی برای تو انتخاب کردند. خانواده تو برای تو چند روز گریه میکنن و بعدش تو میمانی و قبر و تنهایی های قبر و تاریکی های قبر. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. یک بار قبلش فرموده اتقوا الله، یک بار بعدش میفرماده اتقوا الله، چون این موضوع خیلی کمک میکنه به تقویت تقوا. قبلش تقواست، بعدش تقواست. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اتقوا الله واتقوا الله، قبلش و بعدش. میخوای به تقوا برسی، بشین با خودت فکر کن، با خودت بسنج، راه حل پیدا کن. چی کار کردی تو؟ چه مهره مفیدی بودی؟ چه کاری از دست تو برآمد؟ صدقه جاریه برای خودت گذاشتی یا نگردی؟ در بیمارستان شریک شدی، در کار خیریه شریک شدی، در مدرسه شریک شدی، در مدرسه شریک شدی، در کلاس حفظی شریک شدی، در مدرسه دینی شریک شدی، در یک کار عامل منفعه شریک شدی. چیکار کردی؟ نگو من پول ندارم، 1 ریال، بله و 1 ریال ببر بنویس تو صندوق اون مسجدی که داره ساخته میشه. 1 ریال اسم تو بنویس، فقط اسم تو بنویس. الله تعالی که نیاز پول تو نداره، کار تو رو میخواد. نیتت مهمه نه کارت. چیکار کردی برای خودت؟ صدقه جاریه داری، فرزندی که برای تو دعا بکنه، شاگردی که بعد از تو راه تو رو ادامه بده، علمی که برای تو منتشر شده باشه. چیکار کردی؟ نماز خوندی؟ گذشته تو چطوره؟ نمازات چطوره؟ روزهات چطوره؟ عبادتات چطوره؟ رابطت با الله تعالی چطوره؟ خلوتت چطوره؟ جلوتت چطوره؟ گشت و گذارهات چطوره؟ آماده برای مرگ؟ اتقوا الله ولتنظر ما قدمت ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. الله تعالی کاملا آگاه است و خبر داره از آنچه که شما انجام میدید. الله تعالی که همه چی رو خبر داره. تو خودتو بی خبری زدی، تو خودتو غافل کردی، تو خبر نداری که چی میگذره تو این عالم. فکر میکنی که همین دنیاست و تمام بشه. یکم بیا بیرون از این کره زمین ببین چه خبره. میلیون ها میلیاردها ستاره و سیاره اطراف تو هست. تو کجای این عالمی؟ خودت رو پیدا کن. برای چی اومدی؟ برای چی خلق شدی؟ چی کار باید بکنی؟ ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مثل اون کسانی نباش که الله متعال رو فراموش کردن. و الله متعال هم چون الله متعال رو فراموش کردن، اینها رو از حال خودشون غافل ساخت. اینها نسبت به خودشون فراموشکار شدن، خودشون هم خودشون رو فراموش کردن، خودشون رو گم کردن. نمیدونه که چی کار میکنه. چون الله متعال رو فراموش کرد، الله متعال هم اینو چیکار کرد؟ اینو به حال خودش واگذاشته. دیگه اصلا کلا به خودش فکر نمیکنه.
فکر نمیکنه که من برای چی آمدم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر. فکر نمیکنم. فکر نمیکنه که منی که صبح تا شب در غرقم در مال دنیا، در این جمع کردن پول دنیا، در پست و مقام، در این کاخ ساختن، خانه ساختن، به فکر فقط لذت‌های دنیا هستم، به فکر ثروت دنیا هستم، آخرش چی میشه؟ خب چیکار میخوام بکنم؟ فکر نمیکنه. الله تعالی ولش کرده. وقتی تو فکر نمیکنی ولش کرده. الله رو فراموش کرده. الله هم کاری کرده که این خودش رو فراموش میکنه. خودش رو گم کرده، سرگرمه، پریشانه. اون بر میره دنبال گمگشته خودش، اون طرف میره دنبال گمگشته خودش، راه مستقیم و وسط رو گم کرده. هیچ آرامش هم نمیرسه، با آرامش هم نمیرسه. هی فکر میکنه این مال خوشبختش میکنه، ثروت خوشبختش میکنه، شهوت خوشبختش میکنه، لذت خوشبختش میکنه، زن خوشبختش میکنه، زر خوشبختش میکنه، زور خوشبختش میکنه، اما هیچ کدوم خوشبختش نمیکنه. خودش رو گم کرده. فانساهم انفسهم، چون خودش رو گم کرده، اولئک هم الفاسقون، در فسق و فجور غرقه. این انسان غرق در فسق و فجور، نمیدونه که چیکار باید بکنه. همش گناه میکنه، همش معصیت میکنه، همش داره تجاوز میکنه، همش داره فسق و فجور انجام میده. خودش رو گم کرده. چرا؟ چون الله متعال رو فراموش کرده. خودش رو گم کرده، انسانیتش رو گم کرده، همه چی رو گم کرده. مثل اینها نباش. بشین فکر کن، خودتو پیدا کن، بسنج. فردایی هست، حساب کتابی هست، دوزخی هست، بهشتی هست، جنتی هست اینور، دوزخی هست اونور. تو مرگ پایان زندگی تو نیست، انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر است. بعد از اون کجا خواهی بود؟ در جنت خواهی بود یا در بهشت خواهی بود؟ در دوزخ خواهی بود. حکایت جنت و دوزخ مثل هم نیستند. فکر نکن که اون دنیا دیگه هر چی شد مهم نیست. نه، تو اون دنیا اینجا اگه 60 سال زندگی میکنی، اونجا میلیاردها سال زندگی داری. به فکر اون طرف باش. اونجا حال بهشتیان و دوزخیان خیلی فرق میکنه با هم. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، برابر نیستن اصحاب جنت، اصحاب نار و اصحاب جنت. دوزخیان و بهشتیان برابر نیستن. اصحاب الجنت هم الفائزون، اونهایی که در جنت میرن رستگار حقیقی اونها هستن. در این دنیا مثل هم نیستن. بابا تو همین هایی که اون دنیا، در دنیا جنتی است که اگر کسی در این دنیا در اون جنت داخل نشد، در جنت و آخرت هرگز داخل نخواهد شد. و اون جنت دنیا جنت شناخت الله متعال و عبادت الله متعال و بندگی الله متعال است. اصحاب نار و اصحاب جنت، اهل دوزخ و اهل جنت، در دنیا هم با هم فرق دارن. اون کسی که در آینده به جنت میره، این دنیاش هم قشنگه. اگر به مانند یوسف علیه السلام در قعر چاهی باشه هم لذت میبره، و اگر به مانند سلیمان علیه السلام بر تخت شاهی نشسته باشه هم لذت میبره، چون جنتش داخل قلبشه در این دنیا. اما اونی که الله متعال رو فراموش کرده و فاسقه و فاجره، چی؟ از هیچ لذت نمیبره در این دنیا. اون دنیا که در بداره، در دوزخ از ابتدا تا انتها. این دنیا هم ظاهرش در جنت، اما در دلش قوقاست. ناآرام الا بذکر الله تطمئن القلوب. این به یاد الله متعال است که آرام میگیره و الله متعال رو فراموش کرده. اینها رو بیا و این قرآن رو بخون، قرآن رو ورق بزن و تفکر بکن، درس بگیر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر من الله با عظمت این قرآن رو بر کوهی نازل می کردم، میلیون ها تن سنگ سخت، چی می شد؟ لرأیته، می دیدی آن کوه رو، میلیون ها تن سنگ سفت سخت رو، خاشعا متصدعا، کرنش کنان از هم می پاشید و منفجر می شد. من خشیت الله، از ترس الله متعال. برای منفجر کردن یک کوه چقدر نیرو لازم داریم، چقدر ما مواد منفجره نیاز داریم، چقدر وقت نیاز داریم، چقدر سرمایه نیاز داریم تا این آنچه که قرآن میفهمد رو انجام بدیم. حتی یکی از کوش رو، یک کوه کوچک رو خیلی هزینه میخواد. سخت‌تر از این کوه چیه؟ دل اون انسانی که قرآن برایش خونده میشه و پند نمیپذیره. دلهایی سخت‌تر از سنگ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة.
دلهای شما سنگ شده و مانند سنگ، سخت شده و مانند سنگ، بلکه بدتر از سنگ. و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. بعضی سنگ‌ها شکافته شده داخلش چشمه‌ای داره میاد بیرون. اگه قرآن خوندن میشه بر تو و دلت متأثر نمیشه از قرآن، در ایمان تجدید نظر کن. به حال این قلبت گریه کن که خیلی وقت مرده، فکر میکنی زنده است، قلب روحت مرده. این قرآنی که بر کوه نازل بشه و میپاشه از هم، بر قلب من تو وقت خونده میشه، چرا نباید تأثیر بکنه؟ از صفات مؤمنین است وقتی الله متعال میفرماید اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. نام الله تعالی وقتی بر اونها گرفته میشه میلرزه تن اونها. مثلا کسی رو که دوست داشته باشه نامش رو بگیرن خوشحال میشه، یک حساس خاصی بهش دست میده. وقتی آیات قرآن بر اونها خونده میشه زادتهم ایمانا، ایمانش بالا میاد. چقدر قرآن گوش میکنی بچه مسلمان؟ چقدر با قرآن خوندن رابطه داری؟ دوست داری به جای موسیقی که گوش میکنی قرآن گوش بکنی یا نه؟ دوست داری؟ بگو به من که چقدر روزانه قرآن گوش میکنی تا بهت بگم که وضع حال قلبت چیه. نجات بده قلبت رو که اگر این قطعه گوشت از بین رفت، از بین رفتی. همونطوری که قلب در این بدن و کالبد جسمی وقتی که دیگه نزنه میمیری، در روح ما هم اگر این قلب روح ما از بین رفت، روح خیلی وقت مرده و از بین رفته. مواظب قلبت باش، قلبتو پیدا کن، قلبتو نجات بده. میدونی که چطور تشخیص بده بیماری قلبتو؟ قرآن بذار براش. ببین چقدر قرآن دوست داره، ببین چقدر از قرآن لذت میبره، ببین چقدر از شنیدن قرآن لذت میبره، ببین چقدر دنبال قرآن، دنبال فکر قرآن، تدبر قرآن، عمل به قرآن، دوست داره قرآن. این قرآنی نیست که بذاریم ببوسیمش و همینجا لای تاقچه 7 تا جلدش بکنیم بالای تاقچه بگذاریمش و ببوسیمش و نیفته روی زمین، هر سال یه بار گرد و خاکش رو بگیریم سر سفره عروسی بذاریم و خانه جدید ببریمش و کسی سفر میره زیرش رد بکنیم و داخل ماشین آویزونش بکنیم ماشینمون چپ نشه، جن و پری خونمون نیاد. نه، یا سر قبل برای مرده ها بگذاریم، هر جا صدای قرآن بود فقط مرده ها، انگار که فقط این مال مرده ها، هر جایی که صدای قرآن میاد میپرسیم کی مرده. قرآن برای مرده ها نیست، قرآن برای زنده هاست، قرآن برای من و توه. بخوان، وقت بگذار برای قرآن، لذت ببر، زندگی کن با قرآن. قرآن رو باید زندگی کرد، قرآن رو باید چشید، قرآن رو باید فهمید. رسول الله علیه السلام از عایشه میفهمد که انا خلق القرآن، قرآن علم رسول الله بود و رسول الله عمل قرآن. یک قرآن دو پای متحرک. رسول الله علیه السلام. قرآن در زندگی من تو چقدر نقش داره. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. این قرآن رو بر کوه نازل می‌کردیم، از ترس الله متعال او رو می‌دیدی که کرنش کنان منفجر میشه و تیکه تیکه میشه. اما دلهای سخت تر از این کوه و سنگن. مواظب دلت باش، بگذارش در میزان قرآن، ببین چقدر رابطه داره با قرآن. با قرآن نرمش کن، با قرآن انسش بده. والله اگه با قرآن ارتباط پیدا کردیم خوشبخت میشیم در دنیا قبل از آخرت. هر چقدر در زندگیت قرآن بیشتر خوانده بشه و پررنگتر باشه، برکتش بیشتر میشه و هر چی کمتر بشه برکتش کمتر میشه و هر چقدر با قرآن بهتر باشی قلبت زیباتر میشه و هر چقدر از قرآن فاصله بگیری قلبت به همون اندازه تیره میشه. و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. و این مثال ها رو برای مردم میزنیم تا باشد که تفکر بکنن، بیاندیشن. قرآن به من و تو الله رو معرفی میکنه. قرآن هست که الله رو معرفی میکنه. از قرآن الله رو یاد میگیریم. هیچ چیزی ما رو به الله تعالی انقدر نزدیک نمیکنه به اندازه کلامش. هو الله الذی لا اله الا هو. اون ذاتی که هیچ ذاتی شایسته عبادت و کمک خواستن نیست جز او. عالم الغیب و الشهاده. عالم به غیب آشکار است. هر چی که پنهان است، در گذشته بوده یا الان است یا آینده خواهد بود، همه رو الله تعالی میداند. هیچ چیزی از الله تعالی پنهان نیست.
و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. کلیدهای گنجینه‌های غیب پیش الله تعالی است، فقط شایسته عبادت و حاجت خواستن است. چرا؟ زیرا که او عالم به غیب شهادت است. فقط اوست که عالم به غیب است، همه چیز را می‌داند. و یعلم ما فی البر والبحر، آنچه که در دریاست و آنچه که در خشکی است. و ما تسقط من ورقة الا یعلمها، برگی از درخت نمی افته در خزان مگر اینکه الله می‌داند امروز چند تا برگ از درختان عالم افتاده. ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هیچ ذره دانه‌ای در دل خشکی‌های زمین نیست مگر اینکه الله می‌داند، و هیچ چیزی در خشکی و یا تاریکی و یا در خشکی و یا در دریا نیست مگر اینکه الله تعالی می‌داند. این خدای توست، این اللهی که همه چیز رو می‌داند. و علاوه بر این که همه چیز را می‌داند، عالم الغیب و الشهادة هو الرحمن الرحیم. او بسیار مهربان است، بسیار بخشنده است و رحیم است. مادر با تمام محبتش، مثال زده میشه برای محبت مادر، چقدر رحم داره. مادر و تمام مادرهای عالم و تمام محبت مادرهای انسانها و حیوانات و جانداران، هرچه محبت در عالم است همه رو که جمع بکنیم میشه 1% از محبت الله متعال. رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود الله متعال محبت خود رو تقسیم کرده بین بندگان خودش، 100 قسمت کرده، 100 قسمت کرده محبت خود رو و رحمت خود رو. 1 قسمت از این مهربانی خود رو در بین بندگان، در بین مخلوقات تقسیم کرده، و از این 1 قسمت از 100 قسمت هست که اون مادر به فرزند خودش لطف میکنه. حیوانی پایش رو برمیداره تا بچه خود رو لگد نکنه. تمام مادرهای عالم همشون محبتشون جمع بشه، چه انسانوشه چه حیوانش، میشه 1% محبت الله تعالی. مهربانتر از من و تو به من و تو الله است. مهربانتر از مادر من و تو به من و تو الله است. چه زیبا گفت بزرگی از او پرسیدن در روز قیامت اگر پرونده تو رو به تو بگن که آیا پرونده اعمال تو رو به دست مادرت بدیم حساب بگیری یا به دست الله متعال، کدوم رو انتخاب خواهی کرد؟ گفت حتما خواهم گفت الله متعال، چرا که او از مادر من به من مهربانتر است. هو الرحمن الرحیم، عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. بنده ای که خدایی داره که همه چیز رو میدونه و مهربانترین مهربانان است و از ذات او به او مهربانتر است، چه غم داره وقتی خودش رو بسپره به این ذات مهربان، وقتی باورش کنه، وقتی قبولش کنه، وقتی در زندگی تجربهش بکنه، احساسش بکنه. الله رو باید احساس کرد با سلول بدن و تجربه کرد. هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو. اون ذاتی است که هیچ ذاتی شایسته عبادت کردن و حاجت خواستن نیست جز او. چرا؟ الملک، اوست مالک آسمان ها و زمین. پادشاهی او مثل پادشاهی انسان ها نیست که یک تیکه از دنیا، یک تیکه از این ور، یک تیکه از اون ور. هر کسی یک تیکه کوچکی داشته باشه، هر آنچه که در آسمان ها و زمین است ملک الله است. مالک یوم الدین، حتی بعد از قیامت هم تنها مالک الله تعالی است. همه چیز مال الله تعالی است. این ذات رو باید دوست داشت. الملک القدوس، اون ذاتی که قدوس است، قداست داره، منزه است و پاک است از هر نقصی. هیچ نقصی نداره. مثل پادشاه دنیا نیست که ناقص باشه. ملکش ناقصه، خودش ناقصه، کوتاهی داره در زندگی خودش، در ملکش، در پادشاهیش. الملک القدوس السلام، سالم از هر عیبی. هیچ عیبی در ذاتش نیست، هیچ عیبی وجود نداره برای الله تعالی. المؤمن، اون ذاتی که در امان نگه میداره بندگان خودش رو و به اونها امنیت میده، اونها رو در امان نگه میداره، به اونها ظلم نمیکنه، وعده به اونها میده، این وعده رو محقق میکنه، تأمین میکنه خواسته های اونها رو، تصدیق میکنه بندگان خودش رو، رسولان خودش رو، ایمان اونها رو میپذیره، امان میده به اونها، آرامش میده به بندگانش. المؤمن المهیمن، اونی که غالبه، اونی که رقیب اونهاست، میبینه اونها رو، شاهد بر اعمالشون. العزیز، اون ذاتی که عزت داره،
هیچ چیزی او رو عاجز نمیکنه. هیچ کاری نیست که نتونه انجام بده. الجبار دو معنی داره جبار. اون کسی که غلبه داره بر هر کس دیگری، هیچ کسی حریفش نمیشه. قاهره. به معنی دیگر جبار از جبران، جبر به معنای این که کمبود رو جبران میکنه. اون ذاتی است که فقیر رو ثروت میده، بیف اولاد رو اولاد میده، شکسته رو ترمیم میکنه، دل شکسته رو التیام میده، انسان تنها رو به اهلش باز میگردونه، بیکس و بیکار رو فریاد رسی میکنه، جبران میکنه نداشته های تو رو، کوتاهی های من و تو رو. اون ذاتی است که هر چیزی که کم است محتاج اوست. متکبر، متعالی است، صاحب شکوه است و مجد است و عظمت است. این ذات است. الله متعال رو باید شناخت. هر چقدر شناخت الله متعال بیشتر بشه، محبت ما به الله متعال بیشتر میشه، علاقه ما به او بیشتر میشه. مشکل ما اینه که الله متعال رو نمیشناسیم. هر کدوم از این صفات رو باید دربارش یک برنامه رفت. دربارش فکر بکنید، برید بخوانید کتاب‌هایی که درباره نام‌های الله متعال است. با این نام‌ها زندگی بکنیم. الله متعال رو بعد از خلال نام‌هایش شناخت. ذاتی که پاک است، بی عیب است، از هیچ نقصی. افعال الله متعال، صفات الله متعال، ذات الله متعال پاک است، بی عیب است، بی نقص است. هیچ نقصی در ذاتش وجود نداره. چرا نباید دوست داشته باشیمش؟ سبحان الله عما یشرکون، پاک و منزه است از آنچه که شریک او قرار میدن در این صفات. بندگانی رو میگن عالم غیب هستن، فلانی عالم به غیب است. بنده ای که یک موجودی در گوشه عالم است و این از بین میره، چطور میتونه با ذات الله متعال برابری بکنه؟ هیچ بنده‌ای مثل الله تعالی نیست، بلا استثناء. هیچ مخلوقی مثل الله تعالی نیست. الله پاک از آنچه که شریک او میگردانند. هو الله الخالق، او اللهی که خالق است، او خلق میکنه همه عالم رو، همه چی به دست اوست. البارئ، اونی که همه چیز رو مرتب میکنه، تقدیر امور عالم به دست اوست. ایجاد میکنه هر چیزی رو، اراده میکنه و ایجاد میکنه و المصور و شکل میده و تصویرگری میکنه. این زیبایی ها رو، هر زیبایی که در عالم میبینی به خالق اون زیبایی فکر کن که وقتی مخلوقش انقدر زیباست، اون خالق چقدر زیباست، اون چقدر زیباست. المصور له الاسماء الحسنى، نامهای بسیار نیکویی داره، نامهایی که هیچ نقصی ندارن. الله رو باید از خلال نامهایش شناخت. اسمای الله متعال رو تفکر بکنیم، تدبر بکنیم تا ربمون رو بشناسیم. یسبح له ما فی السماوات و الارض، تمام آنچه در آسمان و زمین است به تسبیح الله متعال مشغول است. و هو العزیز الحکیم، و او ذات با عزتی است که هیچ چیزی او رو عاجز نمیکنه و با حکمت است، حکیم است. فعل حکیم خالی از حکمت نیست. آنچه الله تعالی برای من تو مقدر کرده به خیر من توست. بپذیر که الله متعال خیر تو رو میخواد. آنچه برای تو پذیرفته همون رو قبول بکن. راضی باش به رضای الله متعال که آنچه الله متعال برای تو مقدر کرده بهترین است برای زندگی تو، ولی این که تو نپسندی، چون اون حکیم است، اون رحیم است، اون عدل است، اون عادله، ظلم نمیکنه به تو، تو رو دوست داره، از آینده تو خبر داره، حال تو رو خبر داره، میشنه همه چیز تو رو. خودتو بسپر به الله تعالی و به رضای او رضا باش. رضایت بده به رضای الله متعال. هر آنچه که در آسمان و زمین است راضی شدن به او. بگذار من و تو هم اختیار زندگیمون رو بدیم به الله متعال و تجدید رابطه بکنیم به الله متعال. بیا از نو شروع کنیم با قرآن، با الله. به فکر فردا باش، اون روزی که ملاقات خواهیم کرد با الله متعال. الله مهربان و رحیم. هیچ بهانه‌ای باقی نمیمونه که انسان رابطه‌اش رو با الله تجدید نکنه. وقتی این صفات عالی و زیبا در پیش روی ماست، بخوان الله خودت رو، از الله بخواهیم، دعوت بکنیم، دعا بکنیم، دست بلند بکنیم و با این صفات از او بخواهیم و بسپریم خودمون رو به او. الیس الله بکاف عبده، اللهی با این صفات، خالقی با این عظمت و این زیبایی شایسته توکل نیست و آیا کافی نیست برای بنده؟ آزمایش میکنه، باید صبر کرد، بعد نشون داد که بنده خوبی براش هستیم، قبولش داریم، اما پایانش خوشبختی است و سعادت. الله متعال همین ما شما رو بندگان خوبی برای خود بگرداند. از اینکه تا این لحظه برنامه خود رو یاری کردید
از همه شما سپاسگزارم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان بله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتون. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني